در آغاز عصر 21 انسانیت به مرحله نوی رشد وارد گردید. مرحله‌ای که آن را به مبالغه میتوان عصر تکنولوژی، کشفیات‌های نادر و توسعه بی‌سابقه علم نامید. در این دوره علم‌های طبیعی به خصوص فیزیک و شیمی نه تنها واسطه درک عالم ماده بلکه محرک اساسی پیشرفت جامعه گردیدند. در بین شاخه‌های سرشمار این علم‌ها فیزیک کریستال‌ها موقع خاص را اشغال می‌کند. زیرا محض کریستال‌ها پایه بسیاری از دستگاه‌های معاصر از میکروسخمه‌های کامپیوتری تا تجهیزات لازری و واسطه‌های تشخیص طبی را تشکیل می‌دهند. آموزش ساختار، قانونیت‌های افزایش و خاصیت‌های فیزیکی و شیمیایی آنها امکانیت می‌دهد که انسانیت تکنولوژی‌های دقیق‌تر و با سرعت‌تر ایجاد نماید. درود بینندگان عزیز، قهرمان امروزه برنامه صاحب خرد عالم است که فیزیکای کریستال ها را در جمهوری رشد و رونق بخشیده است. پس برنامه را پیگیری نمایید و با این عالم ورزیده آشنا گردید. در جهان معاصر که هر یک ثانیه آن با کشفیات نو، اختراعات نادر و پیشرفت تکنولوژی رنگ تازه می‌گیرد، علم به قوه اساسی پیشبرنده جامعه تبدیل یافته است. امروز انسان نه تنها طبیعت را می‌آموزد، بلکه آن را با دقیقیت اداره و تغییر می‌دهد. در این روند علم‌های دقیق به خصوص فیزیک و شیمی همچون ستون‌های استوار تمدن نو خدمت می‌کنند. یکی از سمت‌های مهم فیزیک کریستال‌ها می‌باشد، زیرا محض در سطح نانو و ساختارهای کریستالی اساس اکثر تکنولوژی‌های معاصر گذاشته می‌شود. آموزش عمیق این ساختارها نه تنها دانش نظریوی را غنی می‌گرداند، بلکه برای ایجاد تکنولوژی‌های نو، بلند برداشتن صفت زندگی و رشد صنعت معاصر زمینه با اعتماد فراهم می‌آورد. در چنین مرحله مهم رشد علم، سهم عالمانی که با زحمت پیوسته و اندیشه عمیق این ساحه را پیش میبرند به نهایت ارزشمند است. یکی از چنین چهره‌های برجسته علمی تاجیک علی محمد خالف می باشد که فعالیت علمی خود را به تحقیق و آموزش کریستال‌های فونکسیونالی بخشیده در این سمت به دستاوردهای نظررس نائل گردیده است. علی محمد خالف 16 فوریه سال 1950 در ناحیه درواز ولایت مختار کوهستانی بدخشان در محیط به وی رسیده است که مهنت دوستی و احترام به علم و دانش ارزش بلند داشت. از آوان مکتبخانه او با کنجکاوی خاص به فنهای طبیعی مخصوصاً شیمی و فیزیک توجه ظاهر می‌نمود. این شوق و رغبت تنها به دایره درسی محدود نمی‌شد. او پیوسته می‌کوشید سبب و قانونیت‌های پدیده‌های طبیعت را درک نماید. محض همین حس جستجوگری او را به راه علم هدایت کرد. سال 1967 بعد ختم مؤسسه تحصیلات همگانی زادگاهش به فاکولته شیمیای دانشگاه ملی تاجیکستان داخل شد. این انتخاب او قدم اولین در راه علمی گردید. علم است و دانش است. دانش از خوانش است. علم کمی از دانش فرق میکند. بزرگی علم در آن است که هر یک سمت رویه علمی دارد و هر یک رویه در این ساحه علمای زیاد کار کردگی هستند. علمی که همچون خودش رو همچون کارمند علمی مینامند و باید پوره درباره همون ساحه علمش پوره معلومات داشته باشد. در سطح جهانی در آن حالت و میتواند ایجاد کردن. یعنی علم این ایجاد کردن است. سبب در علم کریستالوگرافی رفتن من این قربانوف حکیم محمد علی بودن. سال 67 ما کورس یکم میخوندیم، ما رو از فن کریستالوگرافی و کریستال شیمی و درس دادن و همون سبب شد که من در همین ساحه یک قدم گذاری کنم. و سال 1975 علاقه اعلان شد که در مسکو یک اونجا اسپیرانت های مقصدناک بود. یعنی اسپیرانت هایی که به زبان روسی گیم سلیوای اسپیرانتورا جای شده بود. من از همینجا رفته در مسکو در اینستیتوت کریستالوگرافیا امتحان سپردم و به اسپیرانتورا داخل شدم. این سال آخر 74 75 سال من اسپیرانتورا داخل شدم و در اینستیتوت کریستالوگرافیا کار کردم.
институти физикаю техникаи ба номи Султон Умарови Академияи Миллии Илмҳои Тоҷикистон ҳамчун муассисаи марказии таҳқиқотҳои бунёдӣ дар самти илмҳои физикаю техника пас аз таъсис ёфтанаш дар дохили худ якчанд озмоишгоҳҳои ба масъалаҳои мубрами илмҳои физикаю техника вобастаро таъсис намуд, ки яке аз ин озмоишгоҳҳо озмоишгоҳи таҳлили рентгеносохторӣ буд, ки аз нимаи дуюми солҳои 60-уми асри бист ба фаъолият оғоз намуд. Дар нимаҳои дуюми асри бист дар илми физика ва ташаккули технология истифодаи маводҳои пезиоэлектрикию сегнетоэлектрикӣ равнақ ёфтанд, дар соҳаҳои гуногун татбиқи худро амалӣ мегардониданд ва аз ҳамин ҷиҳат дар озмоишгоҳи таҳлили рентгеносохторӣ дар қатори таҳқиқи таркиби маводҳои гуногун ба таҳқиқи кристаллҳои монокристаллҳои гуногун барои татбиқи ояндаи онҳо дар самтҳои муайяни илму техника шурӯъ намуданд. Ва ҳамин тариқ дар он давра, ки роҳбари озмоишгоҳ Қурбонов Ҳаким Маҳмадалиевич буданд, зери роҳбарии он касо як гурӯҳи хурди кормандон дар самти ҳосил кардани монокристаллҳои гуногун фаъолиятро оғоз намуданд. Ба ин гурӯҳ муяссар гашт, ки таҳқиқотҳои хуб анҷом диҳанд. Натиҷаҳои ба дастовардаашон бисёр самаранок буд ва ҳатто татбиқи худро дар самтҳои гуногун ёфтанд. Ва дар ҳамин гурӯҳи таҳқиқотчиён устод Алимаҳмад Холов низ шомил буданд, ки аз давраҳои аввали пас аз хатми донишгоҳию аспирантура ҳамчун олим, ҳамчун таҳқиқотчӣ фаъолият намуданашон худро ҳамчун олими мумтоз, ҳамчун мутахассиси касбияташ баланд нишон дода, дар давраҳои аввали фаъолияти худ натиҷаҳои назаррас ба даст оварданд. устод Алимаҳмад Холов худ хатмкардаи факултети химия буданд ва ба институти физикаи техника ба кор омаданд. ин яъне шавқи устод нисбат ба физика зиёдтар буд ва дар институти физикаи техникаи ба номи Султон Умарович аз соли 1973 фаъолияти илмии худро оғоз намуда ба омӯзиши физикаи кристаллҳо машғул шуданд ва соли 1982 аспирантураи институти кристаллографияи Академияи илмҳои ҷумҳурии шӯравии социалистиро хатм карда ба институт омаданд ва ҳимоя карданд бо муваффақият ва қариб 40 сол аст, ки мудири лабораторияи физикаи кристаллҳо дар институти физикаи техника ба номи Султон Умарови Академияи Миллии Илмҳои Тоҷикистон фаъолияти илмии худро давом дода истодаанд. фаъолияти меҳнатии Али Муҳаммад Холов намунаи равшани роҳи тадриҷии олим аз зинаҳои ибтидоӣ то қуллаҳои баланди илм мебошад. дар институти физикаву техникаи ба номи Султон Умарови Академияи Миллии Илмҳои Тоҷикистон ӯ ба яке аз чеҳраҳои калидии илм табдил ёфт. қобилияти ташкилотчигӣ ва масъулиятшиносии ӯ имкон дод, ки озмоишгоҳе, ки дар он ба ҳайси мудир фаъолият мебарад, ба маркази муҳими таҳқиқоти илмӣ табдил ёбад. зери роҳбарии ӯ даҳҳо лоиҳаҳои илмӣ амалӣ гардида, натиҷаи онҳо дар сатҳи ҷумҳуриявӣ ва байналмилалӣ эътироф шуданд. من از سال 1973 به اینستیتوت آمدم، به اینستیتوت فیزیکایی و تکنیکایی به نام سلطان معرفی. اون دوره اکادمی علم ها بود. به حیث لابرانت کار سر کردم. از لابرانت سر کردم، لابرانت کلان و بعدا انژینیرم
کار کردم اینجا و بعد اسپیرانتور رفتم با اومدم اینجا با حیث انجینیر و بعد خادم خورد علمی خادم کلان علمی عموما قریب که همه زینه هایی که ضروریات بودن من از همه زینه ها گذاشتم. من در اینجا یکمین شده از باب نو ساختم. یک بار پیشروی کارهای من سبب شد با وسیله لازر کریستال گرفتن، چون که موادهایی بودن که اونها را هیچ کی حاصل کردگی نبود و از همین سبب شد که سال 1987 کریستال هایی که گرفتیم این بهترین کارهای اکادمی علم های اتفاق شوروی شدن. یعنی کریستال های نو گرفتیم که اینا خصوصیت خاصی بسیار اساسا لازری داشتن. من هم کریستال هایی که گرفتیم از اون جمله اینا خاصیت خوبی هم لازری داشتن هم در ساحه اکوستیکای اپتیکی هم بسیار وسیع استفاده برده میشدن. استاد خالی محمد پیوسته در جستجو و حاصل نمودن کریستال های نو می باشند و کریستال هایی که حاصل می نمایند در تمام ساحه علم و تکنیک تطبیق خود را یافته ایستادند و حالا نیز یک سمت دیگری را نیز استاد پیشنهاد نمودند که این حاصل نمودن میکرو کریستال ها در داخل شیشه ها می باشد که یک سمت تماما نو می باشد که این کار حالا ادامه یافته ایستاده است. پدر من 50 سال عمر خود را فدای همین علم تاجیک کرده است و در همین اکادمی علم ها یعنی کار و فعالیت کرده است. این چنین در دانشگاه یعنی در دیگر دانشگاه یعنی دانشگاه ملی تاجیکستان هم درس داده است در ساحه یعنی کریستالوگرافیا و در ساحه فیزیک جسمانی ساخت در دانشگاه تکنیکی تاجیکستان به نام محمد سیفی جناسی اونجا درس و کار و فعالیت کرده است و کار اساسی پدر من این همین اکادمی ملی علم های تاجیکستان میباشد که این انستیتوت فیزیک تکنیکی برای پدر من خانه دومیش همین آزمایشگاه یعنی فیزیک همین کریستال ها میباشد. یکی از صحیفه‌های مهم فعالیت علمی علی محمد خالف به تهیه رساله علمی و تطبیق آن وابسته است. تحقیقات او بر روندهای پیدایش، افزایش و تشکل کریستال‌ها در شرایط گوناگون بخشیده شده، اصول‌های نو پرورش کریستال‌ها را پیشنهاد نمود که امکان می‌دادند در شرایط لابراتوری کریستال‌های دارای صفت بلند و خاصیت‌های پیشکی معین شده به دست آورده شوند. این تحقیقات نه تنها ارزش نظریوی داشت، بلکه برای رشد تکنولوژی‌های معاصر نیز اهمیت عملی پیدا کرد. نام موضوع رساله من ترقی دادن متدهای اصولهای نو کریستال با واسطه گرمی نور لازری، یعنی در حرارت‌های بلند. این موضوع دیسرتاسیای من بود و با راهبری اکادمیک بگداسارف که وی مدیر لابراتوری کریستالیزاسیای حرارت بلند بود، نام هم لابراتوریا در انستیتوت کریستالوگرافیا اکادمی علم های در مسکو. در مدت 4 سال من علاقه کارم رو جنبش کردم و مقصد چی گذاشته بود؟ اول شما همین اصول سازید، یعنی لازر سازید و اسباب سازید که با واسطه همین گرمی لازری شما توانید کریستال گرفتن. لیکن در اینجا بسیار پرابلم ها پیدا شد. پرابلم یکم چی بود؟ در وقتی که مواد گداخته می شود در داخل و چی پیدا می شود؟ بسیار حبابچه ها پیدا می شود. سببی پیدا شوی حبابچه ها چی بود؟ و چخیل و در داخل کریستال داخل میشن. برای چی داخل میشن؟ من اینجا کینتیک یک فن کینت که در این ساحه با بسیارتر ما بسیار همکاری کردیم با راهبر. البته به راهبر این کارا رو من اجرا کردن نمیتونستم. بسیار به من در اون دوره یاردم کلان رساندن خود راهبرم و بسیار خاصیت های کریستال های گرفتیم که خاصیت های عجایب داشتن. یعنی بسیار باریک بسیار دراز بودن هم کریستال های میگرفتگیمون. یک خصوصیت خاصی لادری خوب هم داشتن. سال 1980 من دفاع کردم، گشت آمدم در انستیتوت فیزیک و تکنیک کار سر کردم. اینجا از بابا بودن لیکن متخصص نبود. این یکم متخصصی که من در این ساحه کار نمیکردم، لیکن در مسکو رفته در یونیورسیته به نام لومونوسوف رفته آموختم که من میدونستم که همین خیلی اسبابا در ما هست. از اون جمله من این اسباب دونتس هست، دونتس یک همین رفته در اونجا آموختم که چگونه کریستال حاصل میکنن. من رو نشون دادن که من چخیل بسیار قطعی کریستال حاصل میکنم. در طول در روز فعالیت علمیشون با استاد میسر گشت که یک گروه کلونی مونوکریستال های ولفراماتی
مولبدتی رو حاصل نمایند که آنها رو همچون موادهای اپتیکی، جسم‌های مکانیکی استواریشان بلند در ساحه‌های گوناگون تکنولوژی اپتیکی، مخصوصاً در تطبیق لازرهای گوناگون که در دایره درازهای موجهای گوناگون فعالیت کرده میتوانند، همچون دتکتورهای سینسیلیاسیونی در ساحه تحقیقات یادرویی برای آموختن، تحقیق نمودن، نظارت نمودن راکتورهای یادرویی و سمت‌های گوناگون استفاده برده میشوند. همچنین فعالیت استاد علی محمد خلف با اون کسا در یک جایگی با شاگردانشان میسر گشت که گروه دیگری مونوکریستال های بورت ها رو حاصل نمایند. این مونوکریستال ها امکان میدهند که در ساحه گوناگون تکنولوژی الکترونی و اپتیکی استفاده برده شوند. مخصوصاً با خود استاد میسر گشت که مونوکریستال سابفیر حاصل نمایند که آن را نه تنها در ساحه الکترونی و مکانیکی بلکه حتی در سیستم‌های بیولوژی همچون موادی با سیستم‌های بیولوژی موافق استفاده نمایند. کریستال هایی که با متد چاخرالسکی در این لابراتوری فیزیک کریستال ها گرفتند، خصوصیت های استفاده بری در تکنیکا، یعنی خصوصیت های لازری داشتن. استفاده آنها در ساحه فیزیک لازرها بسیار مهم بود. و سال 1987 همچون نتیجه های نظر رسترین در همین اکادمی علم های جمهوری شوروی سوسیالیستی از تاجیکستان، یعنی مهمترین نتیجه ها حسابیده شده، در جای اول بود. این هر یک عالم تا این درجه یعنی موفقیت به دست آوردنش خیلی مشکل است. برای همین استاد به همین سال 1987 میسر شده. برتری اساسی فعالیت علی محمد خلف در آن است که او توانست نتیجه های علمی خود را به عمل تطبیق نماید. با استفاده از اصول های پیشنهاد نموده او، کریستال های فونکسیونالی به دست آورده شدند که در ساحه های گوناگون تکنیک استفاده گردیدند، از جمله در میکروالکترونیکا، تکنیکای لازری و دستگاه های اپتیکی. محض چنین اختراعات امکان می دهد که تکنولوژی های معاصر رشد یابند، زیرا هر یک دستگاه الکترونی معاصر در اصل بر پایه کریستال ها ساخته شده است. دایر به کارهای انجام داده خود، علی محمد خلف مقاله های علمی تهیه نموده است که در مجله های با نفوذ سطحی جهانی روی چاپ برآمدند. کریستال حاصل کردن، همین فرزند تولد کردن، فرزند با وجود آوردن است. در اینجا یک چند نمونه کریستال هایی که این از حیات من هستند، اینجا من اینا را همچون به شکل یک نمونه در اینجا گذاشتم. یعنی کریستال اولی که در اینجا حاصل شدگی است، این کریستال 3 زیلیتی مالیبدات و 3 زیلیتی ولفرامات هستند. اینا کریستال هایی که یکمین مراتب من حاصل کردم و اینا بسیار خصوصیت خاصی سیگنتا پیزوالکتریکی رو دارن که اینا میتوانند که فرض کنیم در وقتی که زیر میکنید باید ذریات جدا میکنن. چخیلی که پانل‌های آفتابی هستن اینا هم قریب میتونن ذریات جدا کنن. همین خیلی خصوصیت‌های خاصی سیگنتا پیزوالکتریکی رو دارن. یعنی گزارش‌های فضایی هم دارن. لیکن در حرارت‌های پس با کریستال‌هایی هستن که دو چنده که ناتری ویسموت مالیبدات، لیتی ویسموت مالیبدات، ناتری ویسموت ولفرامات و یک چند نمودی کالی ویسموت دیگر این کریستال‌هایی هستند که با اصول چاخرالس که میگن، یعنی در حرارت‌های بلند در داخل تیگل مستکان میمونیم، در حرارت بلند حرارت گدازش میکند و با اصول چهار زنانده از خود همون آمیخته کشیده بیرون میبریم. یعنی در سرعت‌های این برای تکنولوژی هر یک کریستال صورتی پیداشوی خودش رو دارد. برای همین هر یک نمود این کریستال‌هایی که در اینجا حاصل کردیم صورت، یعنی شرایط محیطی خودش رو دارد. اول محیطش دونه که چخیل میشد، بعد کریستال حاصل کرده میتونه. و سوال‌های بودن که گفتن که آیا از اشیاء خام محلی هم کریستال حاصل کردن ممکن است؟ این سوال هم بود
در این دوره ما چیکار کردیم؟ در تکاب این یک کان کلانترین فولیاریت است، کالسیفتور 2 و با اصول متد بریجمن من کریستال منم کلان ما در اینجا حاصل کردیم. یعنی ما گفته میتونیم از بس که در طبیعت کریستال هایی که پیدا میشن غژی ها یعنی دیگر الیمنت های بسیار دارن، آنها ترکیبشان گوناگون است. یعنی اگر گیرید اولش یک غژی دارد، آخرش دیگر خیلی غژی ها دارد، همه غژی های گوناگون رو دارند. اگر ما گیریم با اصول های گوناگون اگر تازه کنیم الکی کریستال های میگیریم که از جهت اپتیکی خیلی شفاف بوده و آنها را برای استفاده بردن در اپتیک خیلی قوی است. و این چنین از روی این کریستال ها البته ما در یک چند کنفرانس های جهانی اشتراک نمودیم، پیشنهاد نمودیم و در همکاری و تا حتی در ژورنال یک تا به زبان انگلیسی علمان گرمانیا و چکسلواکیا 2 نفر علمایی که همین کریستال ها قطعی کار کردگی در همون ژورنال فیزیکا سطح سولید فیزیکای جسم های سخت در یک صفحه نویسنده شده است که یکمین مرتبه این کریستال خولفت حاصل کردگی است. استاد زیاده 200 تا مقاله دارن که با همین سمت آموزش و حاصل نمودن کریستال ها نمونه کرده شدن و اساسا درباره کریستال های نوی که حاصل میکنن همین سوال را فرا میگیرن. یعنی کریستال حاصل کرده او ناتری 20 مولبدت، ناتری 20 ولفرامات، سمت نوی که ما کار کرده استادیم این حاصل نمودن میکرو کریستال ها در داخل شیشه ها که مقاله‌ای که وابسته به ناتری برات داخل دارند، این مقاله در خارج کشور در اروپا چاپ شدند، در روسیه چاپ شدند، در ازبکستان چاپ شدند. یعنی تمام ساحه علمی رو فرا میگیرند. علی محمد خولف در سیمپوزیوم ها، کنفرانسی ها و سمینارهای بین المللی فعالانه اشتراک نموده دستاوردهای علمی خود را معرفی کرده است. اشتراک در چنین همایش ها به او امکان داد که با عالمان پیش قدم جهان همکاری نماید، تجربه خود را غنی گرداند و نتیجه های تحقیقاتش را به جامعه علمی جهانی پیشنهاد کند. این روابط علمی به بالاروی نفوذ علم تاجیک در عرصه بین المللی مساعدت می نماید. استاد زیاده از 50 سال است که در اکادمیا کار میکنند. از سال 1973 تا این دم مدیر لابراتوری فیزیک کریستال ها می باشد. رساله علمیشان درباره این کریستال ها بخشیده شده که خصوصیت های فیزیکوی، شیمیایی کریستال ها. فیزیک کریستال ها یک عالمی بسیار است، رنگارنگ و ذوق آدم را میبرد. برای همین کریستال هایی که نمودهای گوناگون کریستالی که این کس به دست آوردن در صنعت تکنیک و استحصالات استفاده می شود. برای از کامپیوتر ها سر کرده تا سمارت فون ها تا تلفن های دستی و همین چیزا این کریستال ها استفاده می شود. قریب 10 کریستال نو این کس اختراع کردن و چندین پتنت ها دارند. استاد علی محمد یکی از علمانی برجسته ساحه خیمیا به شمار رفته، ولی در جوده فیزیک نیز خیلی خدمت‌های نظارت کردند. عموما در طول 50 سالی که در انستیتوت فیزیک فعالیت می‌نمایند زیاده از 30 کریستال‌های نو را حاصل کرده است. خود استاد آدمی خیلی خاکسار، مهربان بوده، پیوسته در آموزش علم میباشد. صبح بر وقت کار میباید ولی بی وقتی شب از کار میرود. پیوسته قطعی شاگردانش در آموزش علم میباشد. یکی از جنبه‌های مهمترین فعالیت علی محمد خولف تربیت کادرهای علمی میباشد. او نه تنها خود تحقیقات انجام داده است بلکه مکتب علمی خود را تأسیس نموده است. زیر راهبری او محققان جوان در علم موفق گردیده امروز در ساحه‌های گوناگون علم فعالیت دارند. بسیاری از آنها رساله‌های علمی خود را دفاع نموده راه استاد خود را ادامه داده ایستادند. در برابر تربیت شاگردان دانشمند فرزندان خود را به راه علم راه سپار نموده در این جاده به موفقیت‌های نظر
ذره نویل گردانیده است. علی محمد خالف خود را خوشبخت‌ترین انسان می‌داند، زیرا توانسته است هم در علم و هم در زندگی نسل ارزنده را تربیت نماید. شاگردانی که ادامه دهنده راه او هستند و فرزندانی که ارزش‌های علمی را از پدر به میراث گرفته و ادامه داده ایستادند. من اگر گم که همه 24 ساعت یک شبانه روز بود، من قریب که 18 ساعت کار میکردم. اگر این خیلی نمیکردم من در مدت 4 سال هیچ وقت حمایت کردن نمیتونستم. برای همینم نسبت شاگردان طلبات من خیلی زیاد است. مهنت خیلی زیاد رو طلب میکند علم. در علم همه وقت روزی که یک صفحه یک کتاب نخونید در ساحه خودتان شما عالم شدن نمیتونید. علم این همه وقت همه خیلی زینه به زینه عالم میشوید. هر یک کریستال این یک اثر کلانترین است. ما کوشش میکنیم که شخصان یابیم، یعنی عالمان یابیم که آنها هم آموزنه هم به ما راه نشان دهند که در کجا استفاده بردن آنها امکانیت است. چون که تکنولوژی فقط استحصال میکند، استفاده بری و عالمانی که میآموزند خصوصیت خاصی و یا میتونن گویا که من این قانونیت ها با اطاعت میکنن این خیلی خصوصیت خاصی ها و بعد از روی وای قانونیت هایی که خودی همان عالمی که در این ساحه کار میکند دیگرها میخونن میگن استید که من همین خیلی کریستال ها بودن، من همین خیلی خاصیت ها دارن و مؤلفشون که هستن که میتونن که اونها را در تکنیک استفاده برن در ساحه الکترونیکا. دو فرزندم نامزد علم است. اول دختر کلانی در ساحه خیمیا حمایت کردن نامزد هستن و پسر خردی این در ساحه علم‌های تکنیکی یعنی در ساحه رادیو الکترونیکا. خیلی جوانان البته کوشش میکنن که علم امروزه را آموزن. البته شاگردانی که من دارم من کوشش میکنم که آنها تمام دانش و ملکه‌ای که من دارم با آنها تیم که باید توانند که در آینده همچون مکتب دوام دهنده کار من شوند و توانند که با کریستال های نو، با ایجاد نو و توانند که در استحصالات جاری کردن همین کارهایی که ما الکی در مدت 40 سال زیادتر کار کردیم امنا رو دوام دهیم. بزرگان میگن هیچ کس از پیش خود چیزی نشد، هیچ آهن خنجر تیزی نشد. همه این کار و فعالیتی که امروز من به دست آوردم همه اینها با مصلحت و مشورت های پدر بزرگوارم بود. پدر من از روی اختصاص خیمیک است و وقتی که فیزیک با خیمیک یعنی دو کس یک جا میشینند و وقتی که بحث میرود در این بحث یک چیز معمای نوی یعنی کشوده میشود. کارهایی هست که در علم بسیار و نازکی و اندیشه های دقیق طلب میکنند و ما بیشتر کوشش میکنیم که بعضی مصلحت ها و نازکی های همین ساحه علمی یعنی میریم همین فن های دقیق رو بیشتر از همین پدر بزرگوار یعنی و از اونها بیشتر معلومات گیریم و از خود کنیم و به دیگران هم آموزانیم و فهمونیم. زیر رهبری خود استاد علی محمد خالف 3 نفر کارمند علمی رساله های نامزدی خود را حمایت کرده، همچون عالمان برکمال تحقیقات خود را هم در داخل جمهوری و هم بیرون از اون ادامه داده ایستادند. عمر پربرکت خود را پورا در همین انستیتوت فیزیک تکنیکا سپری نمودند. اون کس زیاده از 50 سال عمر خود را تنها در تحقیقات های علمی تربیت نمودن متخصصهای برکمال و پیش بردن علمی وطنی یعنی علم تاجیک صرف نمودند. مخصوصا زیر رهبری استاد امکان به دست آمد که آزمایشگاه فیزیکایی کریستال ها همچون زیر ساختار انستیتوت فیزیک تکنیک به نام سلطان عمرов در عرصه جهانی علم انستیتوت و علم تاجیک رو در سطح بلند معرفی نمودند. فعالیت علمی علی محمد خالف نمونه برجسته صداقت عمیق به علم، زحمت پیوسته در راه دریافت حقیقت علمی به شمار می رود. او از جمله آن عالمان است که با فعالیت گسترده و ثمرناک خود نه تنها به دستاوردهای نظررس علمی
نایل گردیده است، بلکه زمینه استوار تشکل مکتب علمی مستقل را نیز فراهم آورده است. با تکیه به دانش‌های عمیق، تجربه غنی و جهانبینی علمی فراخ، علی محمد خالف توانسته است سمت تدقیقات فیزیکای کریستال‌ها را رشد بخشیده، در این جاده یک سلسله کارهای علمی ارزشمند را انجام دهد. نتیجه های تحقیقات او در بلند برداشتن سطح علمی وطنی و معرفی آن در عرصه بین المللی نقش مهم بازیدند. با این همه می توان گفت که علی محمد خالف نه تنها یک عالم موفق، بلکه بنیادگذار مکتب علمی و تربیتگر نسل آینده علمی کشور می باشد که فعالیت او در تاریخ علم تاجیک جایگاهی ارزنده دارد. امروز وقت به زندگی و فعالیت چنین شخصیت ها نظر می کنیم، به خلاصه می آییم که علم تنها مجموع دانش نیست، آن راه زندگی، انتخاب سرنوشت و نشانه اراده قوی است. علی محمد خالف با محبت به علم و صداقت به کسب توانسته است در راه پیشرفت جامعه نقش ارزنده گذارد. او مکتب زنده علم است، مکتبی که شاگردانش ادامه می‌دهند و نسل‌های آینده از آن سبق می‌گیرند. بینندگان گرامی، در انتها ما هیئت گروه ایجادی به این عالم صاحب مکتب فتح قله‌های نوین علمی را تمنا می‌نماییم. خیر، تا برنامه‌های دیگر.